بفرمایید در خدمتم. شما با آقای سجادی صحبت دارید؟ نه خیر، نه. آقای سجادی خیلی ممنون. آقای سجادی خداحافظ. خداحافظ آقای سجادی. خیلی چی متشکرم. میخوام بگید؟ شما چیزی میخواد؟ من چیزی میخوام بگم. بیشتر از همه این که برای اینکه نمیدونم ممکنه بعدش وقت بشه یا نه الان دارم میگم اینکه چرا ما الان اینجاییم. برای اینکه به نظرم اینقدر برنامه شما استثنایی است که هیچ احد و ناسی در ایران یا هیچ ایرانی در هیچ جای جهان نیست که شما دعوتش بکنید و نیاد تو این برنامه. خیلی ممنون. برنامه شما زبان گویای مردمه به طور به ضرس قاطع. سلامت شما، تیزهوشی شما، پایمردی شما برای اینکه واستین تو صف مردم، حرف مردم رو بزنید در هر شرایطی، از دید هیچ کس پنهان نیست. میزان اس‌ام‌اسی که به شما داده میشه فقط میزان شرکت در سوالتون نیست، بلکه میزان حمایت مردم از شماست و نه تنها شما، همه آدم‌هایی که این کنار با شما اوج میگیرن، با شما فرود میان، با شما دلواپسن. این دلواپسی و این تنش برای حفظ صداقت و صیانت از مردم برای همه قابل درک، بسیار بسیار منحصر به فرد برنامه و شخص شما، تیزهوشیت، سلامتت که باعث شده هیچ آتویی دست هیچ کس نتونی بدی. یه زنم برای ما بذار. و اینکه نه و اینکه کنار مردم ایستادی در هر شرایطی، حتی به قیمت قطع برنامه، حتی به قیمت قطع مکالمات تلفنی، حتی به قیمت تعطیل هر چیز دیگری. این بسیار بسیار برای همه قابل تقدیره و من از طرف هزار نفر واقعا دارم اینجا میخوام حتما از صمیم قلب از تو و از همه دوستانی که دارن این پایمردی رو نشون میدن تشکر کنم و بدونین که قدرش رو همه ماها میدونیم خیلی زیاد. خیلی ممنون. من خیلی تشکر می‌کنم. خیلی لطف کردید. یعنی به قول شما سینمای کامپلیمان میگید ها. خیلی